شما محامی بابی اهمیت نشان دادن آرای مردم بلوچستان گفته که از این بابت هیچ مشکلی نداریم، نگران انتخابات نیستیم. خب درست شما نیستیم، اما بعضی هستن که انتخابات اگر پررنگ نشه این ضعفه. قانون کشور باید رعایت شود. بله ما میخوایم حرف اول همین قانون کشور رعایت بشه، قانون خدا رعایت بشه، قصاص بشه. اون چیزی که در قرآن اومده اونو نمیبینیم. اون چیزی که در قوانین خودمون شورای امنیت یک چیزی گفته که افغانها به اصلاح از بلوچستان برن، هیچ جای قرآن نومده، هیچ جای حدیث نومده. و شاید بزرگان و مراجع تقلید رو قبول نکنن. چطور یک مهمان پیشوا اومده با چه دستی با چه دلی شما اونو بیرون میکنید؟ شاباش این بیچاره ملا عمر حکومتشو از دست داد، اما یک عرب به نام اسامه بن لادن رو از کشورش بیرون نکرد. بره حکومت، بره، حکم خدایی که مهمان حکم شریعت. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. منم به حوزه علمیه، حالا من حوزه علمی ندارم، توصیه میکنم که هیچ وقت بیرون نکنم، بذار. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هم دستور برای رئیس مدرسه هست، هم دستور برای رئیس جمهور، برای تمام مسئولین اجرایی هست. اگر به الله ایمان دارید و به خدا ایمان دارید، قیامتی هست، الله تعالی شما میپرسه چرا بیرون کردی بیچاره رو که میخواست قرآن حفظ کنه، میخواست علم و دینی یاد بگیره. و در مرحله اول جناب حاج آقای محامی شما باید پاسخگو باشید. شما نماینده رهبرید. شاید رهبری بسیار چیزا رو مطلع نیستن یا نمیدونن، شما چشمیشون هستید. شما باید خوب انعکاس بدید و خوب رعایت کنید. و این اوضاع خوبی نیست. نوشته قانون کشور رعایت شود، چشم، همه رعایت باید بکنیم. تعارف نداریم، درست تعارف نداریم. تعارف دارید گاهن تعارف میکنید. در هر مکانی که نیاز باشه وارد میشویم. درسته، الله تعالی به شما جزای خیر بده. اما خیلی وقت شما خودتون تشریف نآوردین به حوزه علمیه ما، مکی نومدید. و اگر تشریف ببرید شما خودتون بسیار خوبه، 4 تا سرباز میفرستی بیچاره رو که چی. همچنین محامی با تحقیر و تهدید به این علمای حاضر در جلسه گفته که کاری که هر یک از مدارس باید از طریق مدیر مدرسه دنبال شود و درباره دارالعلوم زاهدان هم صورت بگیری جواب اصلی به مدیر مدرسه ابلاغ خواهد شد. بسیار خوب، روال قانونی همین است. منتها که حالا شاید مردم یک باری خنده بگیره دیگه از این حرفهای شما، یه مقداری عکس العملش هر چیزی به زبان نگن که احترام بذارم به شما. و اگر شما میگی وظیفه دیگه، جمله هم بود من صبح مطالعه میکردم که چرا از طریق من پیگیر نشدم. سبحان الله. اگر شما جناب آقای محامی خودتون میدونستید که واقعا اینجا ظلم شده و دانستید و اعلان کردید، کلیپ شما موجوده که اینجا مردم مسلح نبودن، این 100 نفر، این 300 نفر نماز میخوندن، اینا رو کشتن. وظیفه آقا شما نبود؟ نماینده رهبر شمایید، اینجا شما امام جمعه هستید، بعد کسی بیاد به شما بگه؟ و خودتون دیدید. و وقتی که شما عالم هستید، مسائل شما، مسائل ما، کتابهای ما، کتاب شما، همین یک چیزو میگن که باید به اصلاح پیگیری میشد. حالا جای پیگیر نشده، مردم اومدن پیش مولانا شیخ الاسلام عبدالحمید الله تعالی ایشون حفظ کنه، ایشون اقدام کردن. اقدام چی؟ فقط گفتن آقا حرف بشنوید. و ظاهرا من احساس میکنم که حرف ما به رهبر نمیرسه. وظیفه اصلی شما اینه که حرف این مردم ستم دیده، این مردم رو به رهبر برسونید. دیگه تهدید و مهدید این چیزا گذشته که شما بیایید شیخ الاسلام رو تهدید کنید و واتیکان و ماتیکان اسم برید و نه، اینا همینطور به اصلاح خودتون ناراحت نکنید. اون دوستی و رفاقت قبلی رو بذارید. خوبه، دوستی نمیخواهید، راه شما باز، از کجا اومدید میتونید تشریف ببرید. و اگر خسته اید این استان بهتره که شما چند روزی استراحت کنید، هم خوبه. و انشالله دعای خیر یا هر دعایی که دوستان داشته باشن در حق شما خواهند کرد. ما به همه احترام میگذاریم و به شما احترام میگذاریم، به شرطی که شما به بزرگان ما احترام بگذارید. الله تعالی نشست ما رو به درگاه خودش قبول فرماین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.